حمید نیکو، کارشناس سیاست خارجی و روزنامه‌نگار از کلن آلمان همراه ماست. آقای نیکو، چقدر احتمال میدید که لغو دیدار هیئت‌های مذاکره کننده در سوئیس امروز به معنای مانعی در راه توافق باشه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ببینید، هنوز جوهر این تفاهمنامه الکترونیکی، این سند خوش نشده. ما می‌بینیم که این پازل مربوط به تعهدات طرف مقابل، یعنی طرف امریکایی، عقب نشینی کرده، یا اراده‌ای وجود نداره یا توانی وجود نداره که جلوی اون رو بگیره. هرچند آقای ترامپ امروز در مصاحبه با اکسیوس گفتش که اسرائیلی ها از ما حرف شنوی دارن، ولی در مقابلش وزیر دفاع اسرائیل گفتش که روابط ما با امریکا به این معنا نیستش که هرچی امریکایی ها میگن گوش بکنیم و پایبند به اون باشیم. و در این حال شاهد این هستیم که دیدگاهی که دیروز مطرح کرد آقای مجتبی خامنه‌ای به این معنا بود که تصور این که جمهوری اسلامی انعطاف زیادی داره رو کنار بزنه و سقف تحمل جمهوری اسلامی رو مشخص کنه، که نشانه ها حاکی از این بود که این پیام حاکی از این بود که جمهوری اسلامی با توجه به تحولاتی که در لبنان هست و ادامه تصرف و اشغالگری در لبنان تمایل نداره که این شرایط رو ادامه بده و یک بازدارندگی بود در صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به طرف مقابل بگه که ما در پایبندی، حساسیت ما در حوزه پایبندی به مفاد تفاهم نامه بالاست. در این حال شاهد این هستیم که در داخل اسرائیل مخالفت‌ها بسیار جدیه و حتی ترامپ رو متهم به خیانت میکنن. فضا خیلی تند شده علیه آیه ترامپ. در مقابل خود آیه ترامپ و خود آیه جی دی ونس این رویکرد رو دارن. ولی در مجموع خدمتتون بگم که شرایط کنونی با توجه به اینکه دو محور اصلی، یعنی مسئله هسته‌ای موشکی، برای اسرائیلی ها بسیار حائز اهمیت هست مطابق دکترین امنیت ملیشون، این تفاهم نامه رو در واقع در اون چارچوب نمیبینن که خودشون رو پایبند بدونن در توافقنامه دو جانبه ایران و امریکا. اگر که این موانع رفع بشه، آمریکا بتونه فشار بیاره بر اسرائیل و وادارش بکنه به اینکه حملاتش رو به لبنان قطع بکنه، فکر میکنید که اصولا این تفاهمنامه با وجود بندهایی که منتشر شده ازش به نفع کی هست و کی برنده این تفاهمنامه است؟ ببینید، روی کاغذ قطعاً بالای 70% پیروز این تفاهمنامه ایران هست، یعنی به اذعان خود امریکایی ها، حتی اسرائیلی ها که به هر حال صادق ترین طرف ماجرا هستند، چون اساساً پیشبرنده جنگ و تحریک کننده آقای ترامپ به ورود به این جنگ خود اسرائیلی ها بودند. و در مجموع اگر واقعا این تفاهمنامه مطابق مفادش بخواد اجرا بشه، قطعا برنده اصلی ایرانه. مثلا در مورد تنگه هرمز، در مسئله بازگشایی اسمی از تنگه هرمز آورده نشده و فقط گفته که تردد از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، و اینجا و حتی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو به نوعی به رسمیت شناخته. فراتر از این ما شاهد این هستیم که شاید مطابق در واقع گفتمان جریان موسوم به تندرو این تله‌ای باشه برای اینکه به نوعی در 2 ماه آینده فضا آرامتر شد، قیمت نفت پایین اومد، دوباره اینا یک تنفسی کردند و منابع نظامی و انرژی خودشون رو بازیابی کردن، دوباره به ایران حمله بشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی در مسئله موشکی که اصلا عقب نشینی نمیکنه، در گام بعدی که در واقع اون تله فریب امریکایی ها هست، ولی در گام اول هم در مسئله هسته‌ای آنچنان که به نظر میرسه حتی در مسئله رقیق سازی هم مخالفت‌های جدی وجود داره و این میتونه در مجموع چشمانداز تحقق یک توافقنامه نهایی رو با مشکل روبرو کنه. فراتر از اون بحث این هستش که اساساً طرف ایرانی میدونه که حتی اگر دولت ترامپ لغو کنه تحریم ها رو، در نهایت در نتیجه توافق نهایی این کنگره آمریکا هستش که
با لغو تحریم ها و تحریم ها علیه ایران موافقت نخواهد کرد که این پاشنه آشیل این توافق نهایی خواهد بود در آینده. خیلی ممنون از شما حمید نیکو، کارشناس سیاست خارجی و روزنامه‌نگار از کلن آلمان با ما.